سلام بچه، حالتون چطوره؟ من متین هستم و خوش اومدید به پارت 5 ماینکرافت. بعد مدت ها دوباره برگشتیم به یوتیوب و بچه تو این پارت ما قراره که پورتال ندر بزنیم و اگه بشه ایشالا تو پارت بعدی فارم آیرون و اینا رو درست میکنیم. بچه ها فارم آیرون خیلی سخته، واقعا میگم خیلی سخته. فقط من یه روش بلدم که 3-4 بار تا الان تست کردم، یه بار جواب داد، اومدم دوباره اون کار انجام بدم که ویدیو بگیرم، تو ویدیو دیگه نشدش. حالا باید ببینم باید چیکار کنم دیگه. خب بذار بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب حاجی بنازم. ببینید بچه ها، ما تو این مدت کاری که کردیم این بوده که این منطقه که خودمون جایی که مقرر هستیم آوردن بالا. خب چرا؟ چون هدیه زامبی و اینا نیاد و کریپر و اینا نیاد، باز اینجا اسپام میشه. ولی خب اینطوری خیلی راحت تر شدش. بعد ولی از جاهای دیگه زدم ها، نگاه قشنگ تا این ور رو زدم، یعنی اینجا بالاتر بودش. اگه نگاه کنی قشنگ یه بلاک بردم زیر. من برای پورتال ندر وایسا، برای پورتال ندر شما باید این دایمندا که هیچ یه پیکر زده بودم اینا. بچه ها خیلی من تلاش کردم حاجی، نگاه کن فقط بنازم. حاجی برای پورتال ندر شما باید یه پیکرز دایمندی داشته باشی. چرا؟ چون که اسم سنگاش چی بود؟ چند تا زده بودم. آها، obsidian. خب باید شما obsidian رو با پیکرز دایمندی بزنی. خب و برای این که ما بخوایم چیز بزنیم، obsidian بزنیم، یه لاوا نیاز داریم که اون وره و به سطل آب نیاز داریم که من 2 تا میبرم. خب تا ببینیم چی میشه حاجی. خیلی یعنی ببین، آها بچه راستی کاری که من کردم توی این مدت این بوده که فورج اپتیفاین ریختم. یعنی من رو فابریک بازی کردم، فورج اپتیفاین زدم، ماده مختلفی زدم. خب ولی فکر نکنم ماده الان اینجا نشون بده. نه ماده اینجا نشون نمیده، حالا بهتون بعدا نشون میدم. این مادی که زدم و خیلی به درد میخوره. بالا سمت چپ رو نگاه کنید، این یه مادی که زدم، این مینی مپ هست. خب که بچه ها این مابا رو نشون میده، میبینید زرد و قرمز و ایناست، هم اینا رو نشون میده و هم جاهایی که مردی. میبینید بچه ها من چقدر رفته بودم و اینجاها هیچی پیدا نکردم و برگشتم. بعد حالا بسید من یو بزنید اینا میادش، بعد اینا رو باید دیلیت کنید اگه نخواستید. و خوبی این اینه که میتونید یه جا رو چیز کنید، مارک کنید یه جا رو. وایسا، آره میتونید یه جا رو مارک کنید خیلی راحت. مثلا من اینجا رو میخوام مارک کنم که رفتم ویلیج پیدا کردم برگشتنی گم نشم. بعد اینجا رو مارک میکنید. حالا بریم ما اول سراغ obsidian. همون لاوا همین این ورا بود فکر کنم، دقیق یادم نیست. دریاچه رو رد میکردی، رودخونه هرچی رودخونه رو رد میکردی همینجا بوده. آره اینجا. ببینید بچه ها، من اون 7 obsidianی که داشتم توی چستم، اونا رو قبلا اومده بودم اینا رو زده بودم اینجا رو، منتها اینا مونده فعلا. بذار من یه سطل آب بزنم اینجا. خب حله دیگه، تموم شد دیگه. فکر نکنم نیاز اون بشه دیگه. فقط من باید این obsidian ها رو بزنم. بچه ها اینا خیلی طول میکشه. من اینا رو یا زب در
2 میکنم 4 میکنم تا زودتر بگذره یا کات میکنم. حالا تو ادیت اگر کات شد که کات شد، اگر تون شدش که من 16 تا زدم obsidian. الان فقط مونده بریم پورتالشو بزنیم با یه دونه اون فندک چیه اونا و بریم درست کنیم و بعد یه تزیین ریزی هم اگر بشه انجام میدم که یا اونم تول میکنم یا کاتش میکنم، چون اون زیاد چیز خاصی نیستش. و آره دیگه اینا رو هم زدم، فعلا اینا مونده. بچه این ویدیو هم جنبه این که حالا روند سروایورمون ادامه پیدا کرده داره و هم جنبه آموزشی داره و این خیلی مهمه. این مینی مپه خیلی کمک کرده بهم، مخصوصا من چون هر جای میرم، حالا دوستانی که با من بازی میکنن میدونن من هر جای میرم یعنی فقط کم مونده ادیه خونه برام معلوم نشده باشه تو مپ دیگه گم میکنم. آره خیلی راحت گم میشم تو مپ، خیلی راحت ها، حافظم افتضاحه. به خاطر همین این مپ خیلی به درد من میخوره. حالا اگر بتونم بچه ها لینک این مینی مپ رو براتون تو دیسکریپشن میذارم، حالا اگر خواستید برید دانلود کنید چون چیز به درد بخوریه. To navigate to next ما element, میایم اینجا press up and down یه buttons to پورتال move to ندر another entry. بزنیم. خب اینم از این مونده 2 تا برم، یه دونه 2 تا برم بالا فقط. یه دونه یا 2 تا، یه دونه یا 2 تا، مسئله این است. خب حله بنازم. خب حاجی خوبه، بنازم حاجی، قشنگ شدش. الان ما میریم اون فندک چیه اونو درست کنیم، بیایم بریم ندر. البته ندر نمیرم چیزی ماین کنم، فقط میرم برای اینکه به شما نشون بدم. خب سراغ روشن کردن پورتال ندرمون. به به جانم به این، یعنی بنازم حاجی بنازم، ایول چقدر قشنگه. خب هولی شیت حاجی بنازم. خب پورتال ندرمون اینجا Ready to یادم play. باشه. حاجی بریم اون دید منو، الان دهنم سرویس میشه. خب بچه ها ندرم دیدیم Ready to دیگه، play. مشکلی دیگه نیستش، فقط مونده تزیینش که حالا تزیینشو که فقط تزیینشو یا کات شدهشو الان یه خدافزی میکنیم هیچی تمام میشه میره. حالا یا کات شدهشو آخر ویدیو میذارم یا انجام دادنشو فقط رو حالت تون میذارم که سریع ببینید که انجام دادم و
آره دیگه فقط آخر ویدیو رو ببینه. اگه کات شده بود که هیچی، اگه نگذاشته بودم که بازم هیچی. و آره دیگه بچه‌ها، این ویدیو اونم با موفقیت به پایان رسید و اینی هم که دارید الان میبینید تزیین پورتال ندرمونه که واقعا خیلی خفن شده. و اینکه ممنونم که این ویدیو رو دیدید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.